به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، فرستاده خدا، شفیع روز جزا، پیشوای امت و نبی رحمت، بزرگترین و والاترین و بهترین اخلاق را داشته. همین گواهی در این مورد بس است که خداوند عزوجل در قرآن عظیم الشان مدحی اخلاق و رفتار ایشان کرده، فرمودند و اینک لعلی خلق عظیم. بیگمان ای پیامبر تو دارای اخلاق بزرگ هستی. و ما امت امر شده ایم با نص قرآنی، با آیات کلام الله که به پیامبر اقتدا نماییم، پیروی کنیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. پیامبر برای شما ای امت الگوی نیک است. امام بخاری و امام مسلم از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت کردند که گفته است: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في رمضان كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. عبدالله بن عباس کرم و سخاوتمندی نبی رحمت را وصف کرده، میگویند سخاوتمندترین کس بودند. در کرم و سخاوت کسی به ایشان برابر نبود. اما با وجود این، هنگامی که رمضان فرا می رسید و کان اجود ما یکون فی رمضان، سخاوت ایشان بیشتر می گشت، دوچند می شد. چون که موسم طاعت است، موسم نکویی و احسان است، موسمی است که کار شایسته در این ماه اجر چند برابر دارد. بنابراین در رمضان علی الخصوص سخاوت ایشان بیشتر می گشت. پس اخلاقی پیامبر صلی الله علیه وسلم که ما امت سپارش شده ایم که به ایشان اقتدا نماییم، چنین در همه سال سخاوتمند بودند. سخاوت نشانی بزرگی بود و در رمضان سخاوت ایشان بیشتر می گشت. ابن عباس در ادامه می گوید جبرائیل علیه السلام، امین آسمان، با امین زمین در هر شب رمضان وامی خوردن، می نشستن و مدارسه قرآن می کردن، طاعت دیگری از طاعتهای رمضانی. و چون با جبرائیل می نشستن و قرآن می خواندند، سبب این بود، سرش در این بود که جود و سخاوت ایشان بیشتر می گشت. و در نهایت حدیث می گوید فلا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخیر من الريح المرسله. هر آینه فرستاده خدا صلی الله علیه وسلم هنگامی که با جبرائیل می نشستند، دیدار صورت می گرفت، میان آنها مدارسه قرآن می شد، سخاوت ایشان می افزود و از باد وزان نیز سخاوتمندتر می شدند. خیر و برکت ایشان آنگونه که باد می وزد، باد صبا می وزد، خیر و برکتش به همه چیز و به همه کس می رسد. همه هستی از نفع آن باد صبا بهره می گیرند. فرستاده خدا صلی الله علیه وسلم چنین می شدند. ولی دوستان عزیز، فرستاده خدا چون با جبرائیل می نشستند علیهم السلام و چون مدارسه قرآن صورت می گرفت، نتیجه آن، حاصل آن این می شد که خیر و سخاوت ایشان می افزود. و باید چنین باشد. باید ثمره تلاوت های قرآن از شخص روزدار، ثمره ختم و تراویح خوانی او، ثمره روزداری او، روزه گرفتن او این باشد که در باطن او صفتهای بزرگ انسانی، حس انسان دوستی، حس غمخواری نسبت به دیگران زنده گردد، بیدار گردد، رشد یابد و نسبت به محتاجان دست کمک دراز کند، خیر و سخاوتش بیشتر گردد. و یکی از مقصدهای روزداری نیز همین است که انسان هنگامی که گرسنگی میکشد به یاد گرسنگان زند. هنگامی که از صبح تا بیگاه گرسنه صبر میکند به یادش کسانی رسند که همیشه این حال را دارند. بنابراین از اخلاق حمیده فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم است و صفتهای نبوی است که انسان در رمضان
سخاوتمندتر شود، دستش گشادتر شود و از آنچه که خداوند به او از فضل و انعامش عطا کرده است به محتاجان و نیازمندان دست کمک دراز کند. به امید قبول روزه ها و طاعت ها و همه نوع احسان و نکویی ها. خدا حافظتون.